سلامت و درمان از دیرباز یکی از نیازهای جامعه بشری بوده و انسانها همواره به دنبال راهی بودند تا در برابر بیماریها از خود محافظت کرده و زندگی سالم و آرامی را تجربه کنند. امروزه در کنار پیشرفت‌های خارق‌العاده علوم پزشکی، بحث کیفیت خدمات درمانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اما اگر به چگونگی ارائه خدمات سلامت و درمان در کشور خود نگاهی بیاندازیم، شاید بتوان گفت که از وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم. در سال 2013 با توجه به معیار سرانه تخت بیمارستانی، کشور ژاپن در مقام اول و ایران در رتبه 126 جهانی قرار گرفته است. این یعنی در ژاپن به ازای هر تخت بیمارستانی 72 نفر و در ایران 725 نفر وجود دارد. از طرفی طبق آمار اعلام شده توسط سازمان بهداشت جهانی، در کشور ما به ازای هر 2000 نفر یک پزشک وجود دارد که با این سرانه در رتبه 130 جهان قرار داریم. نگاهی گذرا به مراکز درمانی کشور نشان می‌دهد که امکانات موجود جوابگوی این تقاضای رو به رشد نیست و این خود یکی از عوامل اصلی کاهش کیفیت خدمات درمانی است. زیرساخت‌ها و امکانات باید بتواند در طول یک فرایند درمانی نهایت رضایتمندی را برای پزشک، بیمار و همراه بیمار تأمین کند تا آنگاه بتوانیم از کیفیت خدمات درمانی سخن بگوییم. نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که بهترین بیمارستان‌های دنیا برای افزایش کیفیت خود مانند هتل‌ها دارای امکانات خاص 5 ستاره و خدمات هتلی متنوعی شدند و جلب رضایتمندی پزشکان و مراجعه کنندگان را هدف خود قرار دادند. به عنوان نمونه می‌توان از مرکز درمانی جان هاپکینز نام برد که طی 21 سال متوالی به عنوان بهترین بیمارستان ایالات متحده معرفی شده است و مراکز درمانی مختلفی در ترکیه، پاناما، امارات و لبنان موفق به دریافت تاییدیه استاندارد خدمات از این بیمارستان شدند. اما موضوع کیفیت بخشیدن به خدمات درمان و سلامت از زاویه دیگری نیز قابل توجه است. آنجا که پای صنعتی به نام گردشگری سلامت یا توریسم درمانی به میان می‌آید، کیفیت حرف اول را می‌زند. گردشگری سلامت و درمان سفر اتباع یک کشور به کشور دیگر است که به منظور حفظ سلامت از طریق زیست بوم و جاذبه‌های طبیعی یا با هدف دریافت خدمات پزشکی و معالجه بیماری‌ها انجام می‌شود. در حال حاضر مطرح‌ترین کشورها در توریسم درمانی هند، برزیل، ترکیه، کره جنوبی، تایلند، چین و مالزی هستند و عمده کشورهای اسلامی که سهمی در این عرصه دارند مالزی، ترکیه، اردن، امارات متحده عربی و ایران هستند. در دهه‌های گذشته مردم برای درمان بیماری‌ها از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای پیشرفته می‌رفتند. اما اکنون در یک جریان معکوس اتباع کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی برای دریافت خدمات سلامت و درمان راه سفر به کشورهای آسیایی را در پیش گرفتند. این روند به این دلیل است که هزینه‌های درمان و مراقبت‌های پزشکی در کشورهای پیشرفته بسیار بالاست. طبق بررسی‌ها یک فرایند درمانی ثابت در ایالات متحده آمریکا $100 هزینه بسته به کیفیت مرکز درمانی، در سنگاپور بین 60 تا $78، در ترکیه بین 35 تا $50 و دست آخر در هند بین 10 تا حداکثر $35 هزینه خواهد داشت. این یعنی کاهش 20 تا 90% هزینه‌های یک درمان مشخص در کشورهای مختلف دنیا. برآوردها حاکی از آن است که هر گردشگر درمانی دست کم $5000 برای کشور میزبان ارزآوری دارد و هر توریست سلامت تا 3 برابر یک توریست عادی در کشور پذیرنده هزینه می‌کند. ارزش بازار گردشگری سلامت در سرتاسر دنیا در سال منتهی به 2013 میلادی به رقم $110 میلیارد رسید. اما متاسفانه سهم کشورهای اسلامی از این بازار فقط $3 میلیارد و سهم ایران تنها $350 میلیون، یعنی چیزی در حدود 0.3% می باشد. در افق سال 1404 ایران جذب سالانه 20 میلیون گردشگر سلامت با کسب $18 میلیارد درآمد پیش بینی شده است که نیل به این چشمانداز نیازمند توجه بیش از پیش به فرصت هاست. زمینه‌های مساعد و امتیازات منحصر به فردی برای توسعه خدمات گردشگری سلامت و درمان در کشور وجود دارد.
جاذبه‌های توریستی و زیارتی، وجود پزشکان و متخصصان ایرانی دارای برند در علوم پزشکی، طب سنتی، آب‌های گرم و چشمه‌های شفابخش و رشد مطلوب علمی کشور در زمینه‌های درمان ناباروری، نانوتکنولوژی و سلول‌های بنیادی، همگی فرصت‌های بی‌نظیری برای سرمایه‌گذاری در بازار گردشگری سلامت ایران هستند. راهکار پیشنهادی ما برای ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و همچنین توسعه گردشگری سلامت ترکیب سگانه پزشکی، مهندسی و هتلداری در یک مدل خلاقانه است. این ترکیب می‌تواند با خدمات رفاهی دغدغه‌های سه گروه پزشک، بیمار و همراه بیمار را از میان بردارد. با ایجاد اشتغال پایدار به توسعه زیربنایی کمک کند. به ارزآوری و جلوگیری از خروج منابع سرمایه‌ای از کشور بیانجامد و برای گرد آمدن کسب و کارهایی مانند تجهیزات پزشکی و کلینیک‌های تخصصی خاص توجیه اقتصادی ایجاد کند. هتل برج سلامت باران مجموعه‌ای کامل از فضاهای تخصصی و فوق تخصصی سلامت و درمان است که به همراه امکانات و خدمات یک هتل 5 ستاره امکان اقامت و درمان و حتی گذران دوران نقاهت برای بیماران و همراهان آنها را فراهم می‌آورد. و از طرفی امکانات رفاهی ویژه‌ای از جمله استخر و اسپا، کافی شاپ، رستوران، کتابخانه و مرکز آموزش و تحقیقات را به پزشکان اختصاص داده است. همچنین فضاهای مستقل مطب‌ها، دی کلینیک، مجموعه آبی، امکانات ورزشی، خدمات توریستی و مجموعه‌های تفریحی بخشی از امکانات جانبی این مرکز میباشد. هتل برج سلامت باران دارای مترجم‌های همزمان، سیستم پذیرش و غربالگری، ترانسفر اورژانسی و عادی، بانک‌ها و مراکز مالی، فروشگاه‌های تجهیزات پزشکی و فروشگاه‌های گل و هدایا خواهد بود. علاوه بر این امکانات، این مجموعه دارای مدیریت یکپارچه خدمات با استاندارد یک هتل 5 ستاره، خدمات مهندسی شامل تعمیر و نگهداری سازه و تأسیسات و خدمات حفاظت فیزیکی و امنیتی است که با الگوی نوینی به سبک باران به پزشکان و بیماران ارائه می شود. گروه مهندسی باران با دانش و تجربه‌ای حاصل از سالها تلاش صادقانه، اعتماد سازی و جلب رضایت مشتریان اکنون آمده است تا با همراهی شما متمایزترین مرکز ویژه درمان و گردشگری سلامت را در منطقه ایجاد کند.